یه گروه خیلی عمیق داریم. خب یه گروه خیلی عمیق داریم که از بالا به پایین، از جلو به عقب، ببخشید، انتریور به پوستریور میره. به فارسی میشه شیار جلوی عقبی. به انگلیسی میگن longitudinal fissure. Divides the left and right cerebral hemispheres. اینا. بعد این خطه که اینجا میبینید سبزه، این خطه شلو گروواست. این گرووی که اینجاست سلکیه که باعث میشه که اینجا دو تا لوب فرونتال داشته باشیم و پشت سرش 2 تا لوب پریتال یا همون اینجا لوبای پیشانی، اینا هم آهیانه. خب بعد ما دیگه چی داریم؟ یه کورپوس کالوسیوم داریم، کالوسوم که این وسط این دوتاست. الان اینجا دیده نمیشه تو این عکس، رخش رابط بودن. Extensive bridge of nerve tracts communicate to cerebral hemispheres. باعث یک تعدادی توش ترکت های عصبی هست. ترکت یعنی آکسون هایی که همشون همجهت دارن حرکت میکنن و دسته شدن و باعث میشه که 2 تا نیمکره مغز ارتباط داشته باشن با هم. حالا بیایم اینجا رو بخونیم. خب اینا چیه من کشیدم؟ اگه اینجا یادتون باشه ما گفتیم که همیسفیرها هستیم، کورتکس هست و کورتکس ها پرایمری موتور دارن و پرایمری سنسوری. اگه اینجا رو نگاه کنیم میبینیم که روی قشر مغز، یعنی که وارد عمقش نشیم. به خط نشونه‌ای که این خط موربه که این وسطه که من گفتم این گروه که باعث میشه که فرونتال و پریتال از هم جدا بشن، اینجایی که نقطه کشیدم اینجا پرایمری موتور اریاه، با ای نشونش دادم خودم. اینجایی که با هاشور نشوندم بی نوشتم، اینا پرایمری سوماتو سنسوری اریان. اینا جزء بخش اصلی کورتکس هن. یعنی ما وقتی میخوایم کورتکس رو دسته بندی کنیم میتونیم به این شیوه دسته بندی کنیم که پرایمری موتور باشه، پرایمری سنسوری. پس یه بار دیگه برای خودمون مرور کنیم. پرایمری موتور اریا جزء کورتکس کجاست؟ فرونتال لوب. پرایمری سوماتو سنسوری جزء کورتکس پریتال لوبه. پس پرایمری موتور جلوتره، پرایمری سنسوری عقب‌تره. خب این پشت مغزم که من اصلا اون شیاری که باعث میشه اکسیپیتال لوب دیده بشه و اصلا نکشیدمش، چون که الان برام این 2 تا مهمتر بود. ولی تو ذهنتون یه خط اینجا اگه بکشین به موازات این 2 تا اکسیپیتال لوب یا 2 تا لوب پس سری اینجا به وجود میاد. خب حالا آدرس لوب ها رو با هم بخونیم. Anterior directly behind forehead میشه قسمت روبروی ترین قسمت مغز و دقیقاً پشت سر فورهد یا پیشانی. اسمش میشه لوب فرونتال. این عکسی که میبینید از بالا داره به مغز نگاه میکنه، ولی اگه از روبرو نگاه کنیم میشه انتریور، این قسمت میشه لوب فرونتال. بعدی میشه آدرسی که میگه posterior to the frontal lobe، پشت لوب پیشانی. کیا پشت لوب پیشانی هن؟ هم پریتال پشتشه، هم تمپورال، هم اکسیپیتال. حالا یه آدرس دیگه میگه anterior to occipital lobe، جلوتر از لوب اکسیپیتاله. چون پشت اینه جلوی اینه، پشت جلوی اکسیپیتاله، پشت فرونتاله. پس این تیکه میشه که میشه پریتال لوب. یه آدرس دیگه inferior to the frontal lobe، پایین تر از لوب پیشانی and parietal lobe، و پایین تر از لوب پریتال. خب کی پایین تر از اوناست؟ و یه آدرس کمک دیگه میده at the temple of the ear. دیگه وقتی اینو میگه آدم دیگه میفهمه، میگه کنار گیجگاه گوش و ایناست. میشه لوب تمپورال. لوب تمپورال از بالا پیدا نیستش چون که پایین تره، کنار گوشه. خب لوب ها هم کلا اسمشون هست لوب های فرونتال، اینجا یه دونه تیجا انداختم مهم نیست، لوب پریتال، لوب تمپورال و اکسیپیتال. خب لوب ها رو از
جانب از لترال نگاه کنیم. اگر که سر طرف و ما اون وقتا داشتیم از بالا نگاهش میکردیم، حالا از کنار میخوایم نگاهش کنیم. فرض کن این سوراخ وسط انگشت من سوراخی که گوش طرفه. اگه این باشه گلش، بذار من اینجوری کنم، این گردن، این مچ من گردنش باشه، اینم مغزش باشه، این سوراخ هم گوشش باشه. خب این روبروی ترین ساختار، انتریور ترین ساختار به چهرهش میشه فرونتال لوب، بعد پریتال، بعد آکسیپیتال. این هم لوب تمپورالی که اینفریور نسبت به همه. خب سولکوس ها یا همون شیارهای مغز یه دونه شیار خیلی بزرگی جلوی عقبی، یا اگه اسمش رو یادم رفت، اینجا اسمش چی بود؟ اینجا اسمش رو نوشتم یا ننوشتم؟ اینا لانگیتودال فیشر. اصلا دیگه اون فیشره، در حد از سوکلوس مقدار عمیق تره دیگه، کاملا فیشر شده. ولی اینا دیگه فیشر نیستن، نه در حد سوکلوسن. خب اینا با سوکلوس از هم جدا میشن. مهمترین سوکلوسی که یعنی از همه واضح تره، اونیه که فرونتال لوب از پریتال لوب جدا میکنه و میشه این خطه. اینجا هم از بالا پیداست اینجوری. خب بعد این سربلومه که یه ظاهر مخططی از بیرون داره. این تیکه ساقه مغز، بالایی ترینش مید برین، بعد پانز، بعد مدولا ابلونگات. حالا میخوایم قصه مربوط به اینجا رو، این پرایمری موتور اریا و پرایمری سوماتو سنسوری اریا رو بازش کنیم، ببینیم اینا چیه. خب میگه اول از پرایمری سوماتو سنسوری اریا یا اون تیکه که پشت سر سوکلوسه، یعنی توی لوب پریتال حرف بزنیم. میگه و روی کورتکس مغز، یعنی مربوط به عمق مغز نیست، فقط مربوط به یک لایه چند میلیمتری خیلی نازک. Primary somatosensory area posterior to central sulcus آدرسش. Sensory information رو میگیره از کیا؟ از اسکین و اسکلتال ماسل. اینجا نسیجه انداختم. اینا پرایمری سوماتوسنسوری هن. پس از پوست و ماژهای اسکلتی میگیره. ضمناً especially acute sensation face hand. خیلی هم در زمینه گرفتن اطلاعات حسی دقیق از چهره، یعنی کلاً از سر، مخصوصا از چهره و دست خیلی گسترده است. یعنی بخش عظمایی از این تیکه رو اگه نگاه کنی، از اینجا میاد تا اونور سر، بخش اعظمی از مساحتش مربوط به اطلاعاتیه که از حس صورت و حس دست بگیره. پس ما خیلی چی داریم؟ حس دست، حس صورت، حس پوست و حس ماژه اسکلتی میاد واردش میشه در کل. بعد میگه که ارور داره، میگه not all sensation gather in primary somatosensory. همه اطلاعات حسی اولین جایی که وارد میشن به این کورتکس مغز نیست. کیا؟ مثلا اکسپشن ها رو با جگری نوشتم. تیست اولین بار واردش نمیشه. visual information و primary visual cortex نه همه تو آکسیپیتال لوب یا این لوب پشتیه هستن، اصلا تو لوب پریتال نیستن. تیست سنسیشن که اینجا گفتمش، اینا هم میرن تو پریتال لوب، ولی اینا توی این قسمت ابتداییش که مربوط به نارنجی است نمیرن. دیگه چی؟ پرایمری auditory area، جاهای شنوایی، اولین حسای شنوایی وارد تمپورال لوب میشه، یعنی هم لوبی که دقیقا نزدیک گوشه. smell sensation، بویایی، وارد پرایمری olfactory area میشه، پیازهای بویایی که اصلا از مغز مقدار خارج هم هست، اینجا نکشیدمش. deep surface of frontal lobe، کف فرونتال لوبن. خب پس نکته مهم راجع به سوماتوسنسوری اریا توی قشر پریتال چی بود؟ اینکه پیام‌های حسی اولیه پرایمری سنسوریا واردش میشن. مهمترین
مساحتی که این مهمترین یعنی بیشترین پیامایی که بهش وارد میشن درباره پیام‌های حسی دست و صورته. از پوست و مایچه‌های اسکلتی واردش میشه. پیامایی که واردش نمیشه پیامای بینایی، پیامای چی میگن تیست، پیامای آدیتوری و اسمل، اینا واردش نمیشن. حالا بریم سراغ این تیکه که نقطه نقطه کشیدمش، یعنی جلوتر از این سوکلوسه و جزو کورتکس فرونتال لوبه. موتور کلا یعنی مثلا پیام حرکتی دادن، خب پیام دستور حرکت دادن. خب میگه که فرونتال لوب جاش anterior to central sulcus، جلوتر از این شیار افقی است، باعث والنتاری کامنز میشه و به اسکلتال ماسل و همونطور که این از اسکین و اسکلتال ماسل و فیس و هند گرفت، اطلاعات حسی رو گرفت، در مقابل دستورات حرکتی رو به همینا میده. والنتاری کامند میده، حرکات ماهیچه‌ای رو هم شروعش رو این انجام میده. خب اینگه each part of the body is controlled by a central section. اگر که این قسمت فرونتالو، این قسمت آخرین قسمت فرونتال لوب، این تیکش که نقطه نقطه من اینجا نشون دادم، قسمت بندی بکنن، مثلا پزشکا قسمت بندی کردن، امتحان کردن که هر تیکش مربوط به دقیقاً دستور حرکت دادن به کجاه. مثلا دیدن انگشت 60 یه تیکش، تام، فینگر، هند، آرم. خب تا اینجا ما میفهمیم که و فور آرم میفهمیم که چقدر بخشه مربوط به دست زیاده. یادتونه گفتم هند خیلی اکستنسیوه، تو حسش اکستنسیوه، تو دستورش هم اکستنسیوه. ترانک، پلویس، تای، لگ، فوت، توز. گفتیم ماهیچه‌های اسکلتی قرار حس کنه، به اینا دستورم میده. دیگه به کجاها دستور میده؟ سوالوینگ، پیامای صورت یادتونه گفتم اینا مربوط به سر و صورته. سوالوینگ، سالیویشن، وکالیزیشن، ماستیکیشن و فیشال اکسپرشن. ببینید اینجا این قسمت آبی رنگی که اینجا نشون داده، این سیاهه که خودم علامت زدم سنترال سوکلوسه. این قسمتی که جلوتر از سیاه باشه مربوط به فرونتال لوبه. این قسمت عقب‌ترش نه تا آخر این قسمت مربوط به پریتال لوبه. بعد اولین جایی که از قش وجود داره علامت زده، بعد برداشته اینو اینجوری بریده، اینجوری بریدتش. بعد گفته که بذار ببینم چجوری بریدتش. اینجوری بریده، یعنی اینجوری برداشته بریده. گفته که مثلا پرایمری موتور اریا به اینجا قرار دستور بده. سوالوینگ، سالیویشن، وکالیزیشن، ماستیکیشن، هم مربوط به جاهایی که مربوط به صورته. بعد خود فیشال اکسپرشن، حالتهای چهره. بعد اینجا دیگه تا اینجا چهره تموم میشه، میرسه به دست، بعد میرسه به تنه و بعدم پا و لگن و اینا. از طرف حسیاش چجوری بود؟ حسیاش هم همینطور. این تیکه که نزدیکتره به این دقیقاً اولش مربوط به چهره و اون مثلا اینا حسیه. خب primary sensation. tongue and pharynx, teeth and gum, lips, upper face. تا اینجا چهره بود، اینا sensation. بعد از دست یه مقدار میگیره اطلاعات، hand, finger, thumb, forearm, arm. بعد دیگه میره نک و ترانک و پلویس و دیگه پا، تای، لگ، فوت اند توز. بعدم جنیتالز هم میگیره. خب اینم میدونه تصویر مثبت 1000 مثبت نکن از سانسوریات جنیتال اومده نشون داده. اون چون فقط مرد نشون میده. الان چون گوگل ترنسلیت همو نمیتونم بیارم 3 ساعت فکر کردم. فکر میکنم ماستیکیشن معنیش میشد لامسه اگه اشتباه نکنم. دیگه الان چون نمیتونم از تو دوربین برم بیرون، نمیتونم برم گوگل ترنسلیت رو بازش کنم. خب حالا ما تمام قسمت های مربوط به کورتکس هایی که مربوط به موتور و سنسوری پرایمری بودن اریا رو بسته بندی کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اسوسییشن اریاز.
تو مایند مپمون میشه کجا؟ میشه سومین قسمتی که با نارنجی نوشتم. بالا نوشتم association areas. ایناش خب بریم سراغ association areas. به نظر میرسه کتاب انگار به association area پرموتور area هم میگه. حالا نمیدونم دقیقا اسم دیگرشه یا چیه نمیدونم. خب مکانش کجاست؟ آدرسش anterior to the primary motor، یعنی جلوتر از پرایمری موتوره، برای هم بهش میگن پرموتور. یعنی که منظورشون اینه که نسبت به پرایمری موتور دارن جاشو اشاره میکنن، چون که پرایمری موتور خودش کجا بود؟ اینجا که نقطه نقطه زدم، یه خورده جلوترش بری به طرف پیشونی این تیکه میشه association areas یا بعد پرموتور. وظیفه اینتگریشن، اطلاعات که وارد میشه اینا رو دسته‌بندی میکنه، یک پارچه میکنه و استور مموریز میکنه، اطلاعات رو ذخیره میکنه، خاطرات میاد. همه این اطلاعاتی که اینجا این سوالا اینا بودن برای میگم دستورای حرکتی موتور بودن، اینا میان اینجا تا این پرموتور ارگانایزشون بکنه. مثلا چجور ارگانایز میکنه؟ بتونه دو سیمولتینیس تاسکس، مثلا تاکینگ و واکینگ رو با هم انجام بده. تاکینگ خب جزو کارهای صورته، فیشال جزو همین حرکاتی که صورت باید انجام بده. واکینگ هم که خب جزو کارهای لگه، میخوایم دوتا کار رو همزمان انجام بدیم، این پرموتور میاد اینا رو یه کار میکنه بتونی انجام بدی. کلا به این کار میگیم اسکیلد موتور اکتیویتی. خب بعدش هم میفرسته به سربلوم برای اینتگریشن. ما میدونیم سربلوم یه هم مخچه، از وظایف اصلیش همین کارهای مهارتی حرکتیه که انجام بشه. خب میگه مراکز پرایمری اسوسییشن که به صورت مستقل در لوب‌های مجزااند، در لوب پیشانی در قسمت پرموتور نیستند، تصمیم میگن که اینپوت حسی که با آنها وارد شده میگه که یادتونه اینجا گفتم یه سری استثناء داریم که اینا اصلا وارد پرایمری سوماتوسنسوری نمیشن. خب میگه اینا که وارد سوماتوسنسوری نمیشن، پس چیکارشون کنیم که پس اینا چی میشن در واقع؟ میگه اینا خودشون تو مستقلن توی لوبا و جاهای مغزی مجزا برای خودشون اختصاصی خودشون که هستن، اون قسمت اختصاصی تصمیم میگیره که این اینپوت حسی که به اونها وارد شده از چه دسته‌ایه. مثلا یک عکسی که دیده تصمیم میگیره که این چهره بوده یا خیر. مثلا میگه آهان این مثلا اینی که دارم الان میبینم رو به رومه، این یه کله است، مثلا دارم میبینم یه چهره دارم میبینم. اینا هم نگاه کنید ویژوال اینفورمیشن جزو آکسیپیتال لوب بود. اصلا جزو این قسمته که مال پریتال لوب نبوده و خودش تصمیم میگیره که اینا چی بودن. حالا بریم سراغ پروسسینگ سنترها. خب پروسسینگ سنترها چی هن؟ پس ما گفتیم برین، سربروم داره، مخ داره و یکی از جاهایی که میرسیم بهش پروسسینگ سنتر. حالا ما میخوایم راجع به پروسسینگ سنتر صحبت کنیم. میگه processing center of cortex receive information from other association area، یعنی از این association area هایی که گفتیم مثلا اطلاعات میگیره. perform higher level analytical function و تجزیه تحلیل میکنه. دو تا فعالیت مهمشو یعنی همین اینتگریشن رو میاد توضیح میده و هایر لول و فانکشن های مهمش مثلا هیومن اسپیک رو میاد میگه. خب اول بیایم راجع به مکانش و این چیزا صحبت کنیم، کلن یه مقدمه بگیم. میگه که این توی پریفرونتال اریا که هست، یک اسوسییشن اریا این فرونتال لوب، اون قسمت اسوسییشن اریا که تو فرونتال لوب بود. خب یعنی این قسمت receives information from، پس از کی اطلاعات میگیره؟ یکی از association area این فرونتال لوب اطلاعات میگیره. یکی receive information from other association areas، از association area هایی که گفتیم که استثناء هستن، یعنی توی پرایمری نیستن. پرایمری association هایی association هایی که توی جاهای مختلف اختصاصی هن، از اونا هم اطلاعات میگیره.
3 uses this information to reason و plan. این اطلاعات اسوسییشن ها کلا اطلاعات حسی هستن که تجزیه تحلیل ابتدایی راجبشون انجام شده. یعنی چی؟ عملا فقط تجزیه تحلیل نشده، اشتباه گفتم، فقط دیساید شدن. یعنی دیساید شدن که اینا جزو چه دسته ان، پوشه شدن یه جورایی میشه گفت. این میاد این اطلاعات حسیایی که دیساید شدن و اطلاعات رو میگیره از جاهای مختلف، از اسوسییشن های مختلف میگیره تا پروسسینگشون بکنه. پروسسینگ یعنی چی؟ یعنی ریزن بکنه و پلن بزنه. یه کار مهمی که میکنه اینتگریشن میکنه. یعنی چی؟ نوشته integration in prefrontal most cherished human abilities، یعنی reasoning, critical thinking و formation appropriate behaviors. پس اگر یک کسی مثلا appropriate behavior نداره، مثلا یعنی نه یه جور عادی مثلا بی‌ادبه و اینا، نه، مثلا فرض کنید طرف اصلا انگار مثل آدم رفتار نمیکنه، خیلی عجیبه. مثلا دکترها نگاه میکنن میبینن مثلا ریزنینگ کریتیکال تینکینگش مشکل داره، مثلا appropriate behavior نداره، مثلا میفهمن که شاید پریفرنتال اریاشه که نمیتونه پروسسینگ سنتر یعنی پروسسینگش مشکل پیدا کرده. این که میگه most cherished human ability، گفتیم خب یکیش ریزنینگه، یکم appropriate behavior. یه چیز دیگه که میاد راجع به یه سری مراکز مهم پروسسینگ سنتر راجبش صحبت میکنه، راجع به بروکا و ورنیکه صحبت میکنه. بروکا و ورنیکه اسم خاصن، احتمالاً دو تا دانشمندن اسم خودشون گذاشتن رو اینجاها. بروکا و ورنیکه با هم دیگه برای هیومن اسپیک کار میکنن. من کار هر کدوم به صورت اختصاصی ننوشتم چون که به نظرم خیلی حفظی و سخت میومد. فقط در کل اینایی که دارم اینجا نوشتم دسته بندی کردم، هر کدوم مثلا مربوط به یکی از این دو تاست که در کنار هم باید موازی با هم کارو انجام بدن. میگه بروکا و ورنیکه اینا پروسسینگ سنترن. خب پس پروسسینگ سنتر هستن و میان اولا اسپیک ماسکولیشن، لیپس، تانگ، لارینکس رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی که اون میخوای حرف بزنی دیگه، هدفت حرف زدنه، میخوای حرف بزنی، کلمه تولید کنی، باید ماهیچه هایی که برای حرف زدن کار میکنن درست کار کنن. مثلا حنجرت، چه میدونم، اینا بتونن درست مثلا صدا رو وایبریت کنی، اینا زبونت خوب بچرخه، دهنت به موقع باز بشه، هوا بیاد بیرون. 2. understand written and spoken word، وقتی یک کسی داره حرف میزنه یا تو داری مطلب رو میخونی بفهمی چی نوشته. 3. add grammatical refinement، وقتی میخوای خودت صحبت کنی یا حالا بخونی بفهمی که از لحاظ گراماتیکی مثلا یه جمله‌ای درست حسابی بگی، مثلا یه جمله نگی فعل نداشته باشه، مثلا سر و تهش به هم نخوره. و stimulate appropriate muscle for speaking and writing، حالا میخوای یه چیزی تولید کنی، یه حرفی بزنی، یه چیزی بنویسی، باید همه اینا همزمان انجام بشه. یعنی ماهیچه های مربوط به حالا دهن تحریک بشن یا حالا مربوط به دست، چون میخوای شاید بنویسی یا میخوای تایپ بکنی. و ضمناً بعد بفهمی داری چی مینویسی و گراماتیکالش هم اضافه کنی و بعد ماهیچه به موقع مناسب تحریک بشه، ماهیچه های مناسبی تحریک بشن و این کار ظریف انجام بشه. خب حالا بریم سراغ سنترال وایت ماتر. سنترال وایت ماتر چیه؟ دوباره برگردیم تو مایند مپمون. ما گفتیم که مغز سربروم داره و سربروم سنترال وایت ماتر داره، یعنی ماده سفیدی که توی مرکزشه. چرا مرکزشه؟ چون کورتکس خارجشه، کورتکس خاکستریه، پس در درونش سفیده که اونم بهش گفتیم سنترال وایت ماتر. نوشته چی؟ much of the cerebrum، پس بیشترین حجم مغز و وایت ماتر تشکیل میده. myelination occurs، یک پروسه به نام غلاف میلیندار کردن سلولات رخ میده. یعنی چی؟ یعنی سلولای مغزی از لحظه اول تمامشون به صورت کامل و یعنی به صورت کامل میلیندار نشدن. میلین هم باعث میشه که سرعت پیام عصبی زیاد بشه. میگه که white matter develops as a child grows، همینجوری مایلینیت کردن یا همون ماده چربی که
قشای فسفولیپیدی که میپیچه به صورت یه غلاف مثل سیمی که لخته، دورش مثلا پلاستیک انگار داره میپیچه، هی داره این مقدار ماده چربی تو مغز زیاد میشه تا نورونای بیشتری غلافدار بشن و چی میگن، از لحاظ رساناییش خوب رساناییش رو یه کار میکنه که پیاما مثلا تو همدیگه گره نخورن و خیلی هم سریع بشن. بعد میگه که progressive myelination enables the brain to grow in size. وقتی که همینجوری چربی ها زیاد میشن تو مغز، مایلینیشن زیاد میشه، بچه توی دیولوپمنت بچه این اتفاق میفته، ننوشته اینفنت ها، نوشته چایلد، و باعث میشه که همینجوری مغزش گنده تر بشه. مثال میگه neurons become myelinated within tracts designed for language development. میگه فرض کنید ما نورونایی که مربوط به زبان بود اینجا راجبش داشتیم صحبت میکردیم، مثلا میگه بیایم همینا رو به عنوان مثال بگیریم. یه سری ترکت ما داریم، بهتون گفتم ترکت یعنی یه دسته تاری که پر از مثلا آکسونه و دارن به یه جهت حرکت میکنه. یه دسته ترکت داریم که این برای لنگویج دیولوپمنت. این شروع میکنه در طی اینکه بچه داره بزرگ میشه هی مایلینیتد میشه، غلاف میلین دور نورونا پیچیده میشه. در نتیجه children become more capable of speaking. برای همینه که بچه هرچی بزرگ میشه توان صحبتش پیشرفت میکنه. ترکت سوالا توضیح بدیم. میگه ترکت ما یک white matter، وظیفه groups of axons that travel together. خب این اکثر ترکت ها در واقع سفید رنگن. چرا؟ چون که مثلا مثالش همون دوتا، اگه دیرتون باشه اینجا گفتم دوتا قسمت مغز و با چی به هم وصل میشن؟ با مثلا اینجا نوشتمش، آره اینها، با کورپوس کلوسوم. کورپوس کلوسوم دوتا قسمت مغز رو به هم وصل میکنه، سفید هم هست و یک نمونه بارزی از ترکت هاست، یک مکانی برای ترکت هاست. یکی از نشونه هاش هم اینه که سفید رنگه. چرا؟ چون ترکت ها دورشون یه عالم وایت ماتر هست، یه عالم غلاف دارن و چون غلاف دارن سفید دیده میشن، چون چربن. میگه که وظیفه groups of axons that travel together. ترکت ها 3 مدلن، یا ascending tract یعنی ترک های بالا رونده که convey sensory info، طبیعیه، اطلاعات قرار مغز خب بالاترین قسمت بدنه دیگه، از هر جا داره میاد بعد آخر به طرف بالا بره تا برسونه حسو، مثلا حس لمس رو از دست میرسونه به مغز میره بالا، پس ascending. یا descending tract، ما تا descending tract دیدیم مطمئن میشیم که آها این مغز میخواد یه اطلاعاتی رو بره به یه جای اطلاعات بده، ترانسمیت کنه که دستور حرکت بده، پس ترانزیت موتور اینفو. یه سری ترکت های افقی هم داریم که مثالش میشه corpus callosum contains tract that join two cerebral hemispheres. اینا دوتا نیمکره مغز رو به هم مرتبط میکنن. خب حالا این دفعه چی رو میخوایم ببینیم؟ میخوایم از برین سربروم بیسال نوکلیار رو صحبت کنیم. توی این سنترال وایت ماتر یعنی مکان سفید رنگ مغز یک سری لکه های وسطش هست، سری مراکز خاکستریه، یعنی مشابه کورتکس خاکستریه و لیمبیرون بود. این وسط یه سری لکه های خاکستری هست که ما به اینا میگیم هسته های بیسال. اینا خاکستری رنگن. حالا راجع به اینا میخوایم حرف بزنیم. میگه که بیسال نوکلیای مینور پارت آف سربرال همسفیر. یعنی در واقع جمله کتاب چی بود؟ میگفت مجاریتی آف سربرال همسفیر ترکت ها هستن. ترکت ها قسمت سفید رنگ داخل مغزن، داخل سربرومن. پس از اونجایی که مجاریتیش مال ترکت هست، پس ما نتیجه میگیریم پس مینور پارت آف سربرال همسفیر ها مال بیسال نوکلیاین که ویژگی فیزیکیشون گریه، برخلاف ترکت ها که وایت بودن. دیپ within white matter، داخل مواد سفید رنگ مغز یه سری چیزای خاکستری هست. یعنی خیلی باید تو مغز رو حفاری کنی اگه میخوای بهشون برسی. وظیفه هایی که دورش دایره کشیدم اینا که کلا دورش دایره کشیدم ویژگی خاص بیسال نوکلیای. ویژگی فیزیکیشو که فهمیدیم گریه و دیپه. ویژگی های انجام دادن کارش چیه؟ integrate motor commands.
پیام‌های حرکتی رو یک پارچه میکنه. به چه صورت؟ ensures proper muscle groups are stimulated or inhibited. 2. ensure میکنه که movements are coordinated and smooth. یعنی چی؟ کلا وظیفه دابل چک داره برای فعالیت ماهیچه‌ای. اولا که ماهیچه مناسبی تحریک شده باشه، مثلا طرف میخواد دستشو مثلا ببره بالا، اشتباهی ماهیچه که دستشو میخواد ببره پایین چیز نشه، منقبض نشه. یا مثلا وقتی میخواد دستشو ببره بالا مثلا نذاره ماهیچه های مقابل رو اینهیبیت کنه، اینا مثلا تحریک نشن، یهو مثلا دستش قفل کنه. و حرکات ظریف و ظرافت داشته باشن و منظم باشن. میگه بیماری پارکینسون حدس میزنن مال همین بیسال نوکلئای یا جای خاکستری داخل مغزه. چرا؟ چون که نشونه‌هاش چیه؟ عدم هماهنگی داره، عدم نرمی و ظرافت حرکات داره، عدم تحریک یا مهار عضلات مناسب داره. اینا همه ویژگی بیماری پارکینسونه. خب قسمت بعدی که من باید بگم راجع به دینسفالونه یا همون مغز میانجی، ولی چون کامل هنوز مایند مپش رو نکشیدم، اول مایند مپش رو کامل میکشم و بعد تدریسش رو میذارم. خداحافظ.